قطعا با جنگ مخالفم. صلح حقی از حقوق انسان است و تجاوز بیگانه در افغانستان دیدیم، در عراق دیدیم، در سوریه دیدیم، در جای دیگه میبینیم. آقای ترامپ تو خود امریکا ضد دموکراسیه، ایشون میخواد جنگ بکنه در ایران دموکراسی. من باید خیلی مثلا حب فلان خورده باشم که باور کنم. و یک ملت بالغ رشیدی باید خود رو از استبداد برهد. اگر این ندارد این امکان رو، بیگانه چگونه بتواند با جنگ او رو از اون وضعیت بیرون بیاره؟ اون بیگانه هم تا به حال که تاریخ به خودش ندیده یک بیگانه بیاد برای یک مردمی رو آزاد کنه. اروپایی ها رفتن افریقا رو مثلا متمدن کنن، بفرمایید چی کردن؟ نه، این جنگ قطعا، اون هم جنگ توسط قدرت خارجی، به هر بهانه‌ای من مخالفم و با تمام توان با این جنگ وقوعش مخالفت خواهم کرد. اما اکنون بیکار نیستم، تلاش میکنم افکار عمومی غرب متقاعد بشود که این گونه جنگ ها جنایتکارانه است.